بروجرد رفتی؟ بله بروجرد، ملایر، ما اونجا شیره دادم بهمون، کیف کردم. شیره انگور. گفتم مشخص کنیم چیه. شیره انگور. آخه شیره انگور هست و شیره خرما. دیگه شیره دیگه ای نداره. چون گفتی کیف کردیم می‌خواستم ببینم با کدومش کیف کردی. بله شیره انگور. با همش میشه کیف کنی، بستگی داره که کجا دعوت بشی. چون گفتی کیف کردیم آقا میگه که چی شد که مسعود روشن‌پژوهی که مدرک نگهداری شیره داره، شیره انگور خرما شد مجری محبوب تلویزیون. یه عکس دارم که دوره نوجوانیمه، شیره میافتاد تو سرم، از سیمش میکشیدم بیرون پیداش میکردم. اینجوری بود. چه بازو اینجوری. ببین یه چیز شما بگم، ترفند داشتم. چه ترفند؟ ولد بودم یه موتوری حاضر میکردم و یه شات هوایی، بچه‌ها همه بالا تکون بدین، ما هم اونور جیم میشدیم میزدیم در میرفتیم. یعنی فرار میکردی از دست مردم؟ نه اینکه من بخوام فرار کنم به خاطر خودم، به خاطر اینکه خدای نکرده همراهی نکنن، زیر دست پا نیفتن و خدا رو شکر. یعنی اون لحظاتی که ما داشتیم در واقع شما رو می‌دیدی که دست تکون میدی، ما داشتیم، شما داشتیم موتور رو همراهی می‌کردی. من با شما با ما. یعنی دورتر که میشد دیگه شما تو اون تصویر نبودی، شما باشه موتور رفته بودی. فرار کردی به خدا. خیلی عجیب بود. گرفتی کرونا شما؟ من نه. ما نمیگیریم. ما یعنی معتادا؟ اونا نه ما اونایی که مو ندارن نمیگیرن. نه اونایی که گفتم آخه تنها چیزی که من شنیده بودم گفتم معتادا نمیگیرن. شما نمیگیرین؟ نه اونایی هم که از اون برام که میگی رفتم شیره زدم، از این نه نمیگیرم. نه اونا که نمیگیرن. شیره ارومیه. موقعی که برف خوب میومد میخوردی که از هیچ وقت هیچی نمیگیره. شما چقدر طول کشید تا خودت معروف بشی توی شیره؟ 2 هفته. به قول معروف میشه گفت شما اولی شیره یا به ایرانی؟ میتونه این اتفاق افتاده باشه. چیزی که نباید میگفتید و گفتید دیگه. آقا نوشته مسعود روشن‌پژوه رو من با شیره تا حالا ندیدم. کسی مسعود روشن‌پژوه خودم ندیدم. شیره شما اصالتا لوره ارومیه